هستی سعی جواب بده. اوکی. غذای مورد علاقت. زرش بالا با ما. نظر من هستی زرش با ما خیلی دوست دارم. جز این نباید بگم. ورزش مورد علاقت. ورزش مورد علاقه هاکی روی یخه. ورزش مورد علاقه هستی از این هاکی روی یخ هست. عاشق اوناست. یعنی اولین فرصتی که پیدا کنه مطمئنم میره سر وقت اونا. اینم مطمئنم. خدای شکرت خواهرمو میشناسم. مورد علاقت. حیوان مورد علاقه من مارتی. مارتی چیه؟ مرغ مهاجر. مرغ مهاجر. ببخشید مرغ دریایی. حیوان مورد علاقه هست اصلا مشخصه. شیر. یعنی ولشون من مرداد ماهیم، من یک اصلانم. دائما همین رو میگم. شیر رو دوست. مورد علاقت. زر. یه مورد علاقه هستی؟ این سخته چون تقریبا میشه گفت اکثر رنگا رو دوست داره. ولی من مثلا فکر کنم زرد رو خیلی دوست داره، صورتی رو دوست داره، بنفش رو دوست داره. بیبی. بلاگر مورد علاقت. بهامین. بهامین. بلاگر مورد علاقه هستی؟ من چند وقت خیلی میگم بهامین. اگه هستی نگفت بهامین بیا اینا رو بتراش جاش زشته نمیشه اینجا بمان. ولی احساس میکنم مثلا اینجوریه که من رو هر کی زوم کنم هستیم میگه آره همون مثلا اوکی دیو اینا. فکر میکنم بهامینو بگم. جایزه میگیرم اما تاش اگه هم درست گفته باشم. ریاضی و ادبیات. ادبیات. بین ادبیات و ریاضی هسته کدوم ادبیات؟ خواننده مورد علاقه. ایرانی یا خارجی؟ خارجی. نیکی میناج. خواننده مورد علاقه شاید 1000 تا خواننده مورد علاقه داشته باشه در مثلا الان بپرسیم میگه نیکی میناژ رو دوست دارم. مثلا تو ایرانیا شاید چه باشه نشاط بازی مثلا خیلی هم گوش نمیدم. نمیدونم. این داخل سخته. مثلا میدونم شاید خارجی دوست دارم. چی دوست داری کادو بگیری؟ مشخصه. چی؟ طلا. بیشتر دوست داری چی کادو بگیری؟ خب بیشتر دوست دارم مثلا کادو طلا. چرا فکر کردم واقعا عاشق طلا. فقط طلا کادو. خیلی خوشم میشه. زغمک. طلا. از چه حیوانی میترسی؟ مار. چه جالب از مارت خوشت میاد از مارم میترسی. میترسم. شاید سوسکی. نمیدونم. مارمولک. سوس مارمولک. شاید نمیدونم البته. شاید زمانی که مهاجرت کردش خیلی قوی تر شد مثلا من اگه سوسکی میدیدم چه میدادم هستی سوس بیا بکشه. اما نمیترسم. ولی من فکر میکنم شاید مثلا همین سوسک و مارمولک چیزی باشه. چون فکر بقیه حیونا بترسه. مار شاید مارم بگه نمیدونم. نوشیدنی مورد علاقت. کافی. نوشیدنی مورد علاقه‌اش قهوه. روزی 10 فنجان قهوه می‌نوشد. استارباکس. فقط جاست استارباکس. حالا کدوم نوعش رو بیشتر میخوره؟ اسپرسو، امریکانو. تو جنگل دوست داری با شیر باشی یا با عشق تو با؟ که توی جنگل تنها با یه شیر زندگی کنه یا مثلا توی باطلاق با عشق زندگی کنه. قطعا توی جنگل با شیر یه شیر انتخابشه. خیلی به عشق اهمیت نمیده مالاسف. مسلما با عشقشم باطلاق باشم خیلی بهتر. میمیری یا؟ میمیریم دیگه. اول تا آخر مرگ. خیلی بچه رومانتیکی نیست.